سلام، نام من ربکا است و دوست دارم با شما کتاب مقدس بخونم و امروز ما از انجیل یوحنا فصل 9 میخوانیم و میبینیم عیسی مسیح کیه و چه کار کرد. عیسی مسیح در زندگیش چه کار کرد و کیه و الان شروع میکنیم. یوحنا بابی نهم. و چون می رفت یک کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او پرسیده گفتند: ای استاد، کی گناه کرد؟ این آدم یا پدر و مادرش که وی کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد: نه این آدم گناه کرد و نه پدر و مادرش، بلکه برای آن که در وی اعمال خدا آشکار گردد. تا وقتی که روز است من باید اعمال فرستنده خود را به جا آورم. شب که آید هیچ کس نمیتواند کاری بکند. تا وقتی که من در جهان هستم نور جهانم. این را گفته آب دهان بر زمین انداخت و با آن آب گیل ساخت و آن گیل را بر چشمان کور مالید و به وی گفت: برو و در حوض شلوه که معنایش فرستاده می باشد خود را بشوی. وی رفته خود را شست و بینا شده آمد. همسایگان و کسانی که پیش از آن وی را در حالت کوری دیده بودند گفتند: آیا این همان نیست که نشسته گدایی میکرد؟ بعضی گفتند همان است. و بعضی گفتند فقط به وی مانند است. ولی خودی وی گفت: من همانم. به وی گفتند: پس چی طور چشمان تو باز شد؟ وی در جواب گفت: کسی که عیسی نامیده می شود گیل ساخته به چشمانم مالید و گفت: برو و در حوض شلوه خود را بشوی. من رفته خود را شستم و بینا شدم. به وی گفتند: او کجاست؟ گفت: نمیدانم. آن آدم را که پیشتر کور بود نزد فریسیان بردند و آن روزی که عیسی گیل ساخته چشمان وی را واز کرد روز شنبه بود. فریسیان نیز از وی پرسیدند که چی طور بینا شد. به آنها گفت: گیل ساخته به چشمانم گذاشت و من خود را شسته بینا شدم. بعضی از فریسیان گفتند: آن شخص از جانب خدا نیست، چون که شنبه را نگاه نمی دارد. دیگران گفتند: چطور یک شخص گناهکار چنین معجزات نشان داده میتواند؟ و در بین آنها اختلاف افتاد. باز با آن کور گفتند: درباره او که چشمان تو را گشاد چی میگویی؟ گفت: پیغمبر است. یهودیان باور نکردند که وی کور بود و بینا شد، تا اینکه پدر و مادری آن بینا شده را دعوت نموده از آنها پرسیدند: آیا این است پسر شما که میگویید کور زاییده شده است؟ پس چی طور وی الحال بینا شده است؟ پدر و مادر وی در جواب آنها گفتند: ما میدانیم که این پسر ماست و کور زاییده شده است، لیکن الحال چطور بینا شده است نمیدانیم و چشمان وی را کی باز کرده است نمیدانیم. وی بالغ است، از خودش پرسید تا احوال خود را بیان کند. پدر و مادرش چنین گفتند چون که از یهودیان می ترسیدند، زیرا که یهودیان الکی زبان یک کرده بودند که هر کی او را چون مسیح اعتراف نماید از کنیشت برانند. خب پس اینجا میبینیم که در اون موقع همون بود از امروز. وقتی که کسی ایمان بیارن به عیسی مسیح، زیاد رهبر دین عصبانی میشن. خب و واقعی است که در این دنیا چند جا هست که اگر ایمان میاریم به عیسی مسیح، خب کسی بخوان به شما بکشن، خب برای این تصمیم، برای ایمانت. خب چون
الان مثل اون موقع بود که خب اونا نمیخواستن که عیسی مسیح ایمان بیارن. خب رهبر دین قدرت خودش دوست داشتن و اونا عیسی مسیح را رد کردن بیشتر از اونا. خب و خیلی خطرناک بود. خب چون عیسی مسیح می آمد و گفت او شفا میداد، معجزه زیاد می کرد و او ادعا کرد که بیشتر از انسان بود. خب و رهبر دین خیلی قدرت داشتند و هر کس که به عیسی مسیح ایمان آوردند، خب رهبر دین حاضر بودند اونا از دین اخراج کنند. خب پس این فامیل وقتی این مرد شفا گرفت و کور نبود، خب فامیلش در خطر بودند و اونا نمیخواستن، مادر و پدرش نمیخواستن که رهبر دین اخراجش کن از معبد، از دین. خب پس ترسیده بودند، خطرناک بود برایشون. و خب الان میبینیم چی میشه. از این سبب پدر و مادرش گفتند که وی بالغ است، از خودش پرسید. آنگاه باری دیگر آن آدم را که کور بود طلبیده گفتند: خدا را ثنا گوی، ما می‌دانیم که آن شخص گناهکار است. در جوابشان گفت: آیا گناهکار است یا نه نمیدانم. یک چیز را میدانم که کور بودم و حالا بینا هستم. باز به وی گفتند: با تو چی کار کرد؟ چی طور چشمانی تو رو باز کرد؟ به آنها جواب داد: الکی به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما نیز میخواهید شاگردان او شوید؟ وی را مذمت نموده گفتند: تو شاگرد او هستی، ما شاگردان موسییم. ما میدانیم که خدا به موسی سخن گفت، لیکن این شخص را نمیدانیم از کجاست. آن آدم در جواب آنها گفت: این عجیب است که شما از کجا بودن او را نمیدانید و حال آنکه او چشمان مرا باز کرد. ما میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، لیکن اگر کسی خدا ترس باشد و اراده او را بجا آورد، دعایش را میشنود. هرگز شنیده نشده است که کسی چشمان کوری مادرزاد را باز کرده باشد. اگر او از جانب خدا نمی بود، هیچ کار کرده نمی توانست. در جواب وی گفتند: تو که کاملا در گناه تولد یافته ای، ما را تعلیم می دهی؟ پس وی را بدر راندند. عیسی چون شنید که وی را بدر راندند، وی را یافته گفت: آیا تو به پسر آدم ایمان داری؟ در جواب گفت: ای آقا، او کیست تا که به او ایمان آورم؟ عیسی به وی گفت: تو را دیده ای و او همان است که حالا با تو گفتگو می کند. گفت: ایمان دارم خداوندا. و به او سجده کرد. خب این خیلی مهم است، چون میفهمیم که این یکی از جاها که عیسی مسیح بیشتر میفهمیم که بیشتر از انسان عادی است و بیشتر از پیامبر است. خب چون این مرد او را سجده کرد، او فهمید که عیسی مسیح خداوندشه. خب پس ایمان آورد و همین است امروز. خب وقتی درک میکنی عیسی مسیح کی است، خب میفهمین بیشتر از پیامبر است، بیشتر از انسان است و میفهمین که او
خداوند است و او نجات دهنده ماست و باید ایمان بیاریم. خب و انجیل میگه که ما نجات پیدا میکنیم در عیسی مسیح. خب پس امیدوارم که بیشتر بخونید تا بفهمی عیسی مسیح کی است. خب الان ادامه میدیم. و عیسی گفت: من برای داوری به این جهان آمدم تا که کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که نزد او بودند چون شنیدند به او گفتند: نخواد که ما هم کور باشیم. عیسی به آنها گفت: اگر کور می بودید گناه نمی داشتید، اما چون می گویید که بینا هستید پس گناه شما می ماند. خب پس میبینیم که چند کسانی کور هستند. خب ممکنه چشم دارند ولی روحانی کورند و عیسی مسیح میخواد که چشم ما باز بکنیم و میبینیم کی هست. خب او خالق جهان هست. او پسر خدا هست که در جسم آمد. خب و به ما یاد داد که چطور باید زندگی کنیم. زندگی پر از محبت. فرمانش محبته. فرمانش که ما به هم دیگه عشق داشته باشیم، که ما هم دیگه بیشتر از خودمون محبت بکنیم. خب و دوست به هم دیگه داشته باشیم. خب پس این فرمان عیسی مسیح و عیسی مسیح بیشتر از دوست هست، بیشتر از استاد خوب است، بیشتر از پیامبر هست. او خداوند ما هست که در جسم آمد و روی صلیب برای گناه جهان مرد. خب زیاد میگن که عیسی مسیح نمرد. میگن که او به آسمان رفت پیش از مرگ، پیش از مصلوب، ولی در انجیل میگوید که عیسی مسیح مرد، جسد بود و مرگش برای دلیل گناه ما بود. خب در دست انسان شریر او شکنجه شد و مرد و مردنش، مرگش برای گناه جهان بود. خب یک مرد برای گناه جهان محکوم شد و ما الان نباید در روز داوری محکوم بشویم، چون مرگ عیسی مسیح یک برای همه بود. خب و الان ما مثل او هستیم. او مرد و سومین روز رستاخیز شد و الان خداوند گل میده که برای انسان که به او ایمان بیارند خب هم روز رستاخیز خواهد شد و ما دیگه نمیمیریم، ولی نان زندگی جاویدان داشته باشیم. خیلی خوب، خیلی ممنون که تماشا کردید و به خدا بهت برکت بده و دعای من اینه که پر از حضور خدا باشید و بدونی عیسی مسیح کیه. خیلی خوب، خدا حافظ.